سلام. امیدوارم بعد از شنیدن داستان من سعی کنید خودتون جای من بذارید بعد منو قضاوت کنید. من بی‌تاام و از بچگی غرق در محبت بزرگ شدم. تمام آرزوی پدر من این بود که مثل خودش رشته مهندسی رو ادامه بدم، البته خارج از کشور. من خودم به این رشته علاقه داشتم و هدفهای بزرگی براش گذاشته بودم. ولی یه اتفاق عجیب تو زندگیم افتاد و من توی 20 سالگی وقتی که فقط ترم 3 دانشگاه بودم احسان رو دیدم و عاشقش شدم. فقط 2-3 هفته طول کشید که حسابی با هم آشنا بشیم و خودمونی بشیم. فهمیدم که حسابی از نظر فرهنگی و از نظر سطح مالی و همینطور سطح رفاه زندگی با هم فرق داریم. و اون مال یکی از شهرستانهای کوچیک اطراف استان اصفهان بود. و من اولش سخت پیش رفت برام این رابطه که همه تفاوت‌ها رو بپذیرم. خودش ادعا میکرد که مذهبی نیست ولی از یه خانواده خیلی سفت و مذهبی اومده بود. نمیدونم چرا اومده بود تو رود هند درس میخوند و نمیدونم چرا اینقدر این همه فاصله اومده بود برای دانشگاه آزاد. ولی خب حتما یه هدفی داشت دیگه. هنوزم ازش نپرسیدم چرا. راستشو بخواید من قبل از اون 1-2 تا رابطه نصف نیمه داشتم، اونم با بچه‌های فامیل خودم. یعنی کلا از یه فرهنگ دیگه تا حالا با کسی عمیقاً وارد رابطه نشده بودم. وقتی که میدیدم داره برای درس خوندنش کار میکنه، تلاش میکنه، اجاره خونه میده و مستقل، خیلی برام شخصیتش جالب اومد و این باعث شد که خیلی با هم رابطه خوبی داشته باشیم و از در کنار هم بودن لذت ببریم. اونم همیشه میگفت من هیچ وقت فکر نمیکردم که بشینم پشت بنز، ولی تو این فرصت رو به هم دادی که منم خوشبختی رو بچشم، منم چیزایی که ندیدم و ببینم و تجربه کنم. من از همون موقع میفهمیدم که اولویتش پول نیست. قشنگ برام واضح بود که منو دوست داره به خاطر خودم. ما انقدر به هم وابسته شده بودیم که وقتی بهش گفتم بابام میخواد منو بفرسته خارج، گفت نداره منم باهات میام، مشکلی نیست اصلا. گفتم ببین من واقعا میخوام برم و پس فردا مشکلی به وجود نیاد تو نظری برم. اما اون انگار هر کاری که من میخواستم بکنم و میخواست بکنم. گفت مشکل نداره، خیالت راحت. وقتی که میدیدم تو دانشگاه وقتایی که کلاس نداره میره تو نمازخونه و مسجد دانشگاه، یه مقداری میخورد تو ذوقم، واقعا خوشم نمیومد. اما خب دوست داشتنم میچربید حسابی به این قضیه. البته اون اصلا مشکلی نداشت که من اوقات فراغتمو میرم صرف و حتی با پسرای دانشگاه سلام علیک میکنم. همه چی اولاش خوب بود، انقدر خوب بود که من بالاخره تصمیم گرفتم راجبش با پدرم حرف بزنم. من 2 تا خواهر و یه برادر داشتم. برادرم سالهاست که آلمان زندگی میکنه و یکی از خواهرام دبی بود. اون یکی هم ازدواج کرده بود و ایران زندگی میکرد که همیشه از همون اولم با شوهرش مشکل داشت. وقتی به پدرم در مورد احسان گفتم سخت مخالفت کرد و گفت ببین هر کاری تو این دنیا خواستی من اجازه دادم که تجربه کنی و خیلی از دخترای همسن و سال تو خوابشون هم نمیبینن که انقدر آزاد باشن. ولی مخالفتم به خاطر این نیست که ازدواج بده. مخالفتم به خاطر این نیستش که با تو مخالفم. من کلن با پروسه ازدواج مشکل دارم. کلن این معقوله تو رو از زندگی عقب میندازه و خودت هم آمادگی ازدواج رو نداری. به نظرم یه جورایی برام سخت باور کنم بخوام قبول کنم که میتونی یه زندگی رو بچرخونی. من خیلی ناراحت شدم و پدرم که طاقت ناراحتی منو نداشت گفت حالا یه بار بیار ببینیمش چجوریه. و تو یکی از مهمونی‌های خانوادگی من مرتضی رو دعوت کردم. اولش که اصلا نمی اومد، میترسید. بعدش هم که راضی شد گفتم چه لباسی میخوای بپوشی؟ در نظر گرفتی لباسی که به من نشون داد واقعا فکر میکردم اولش شوخی میکنه. لباس شبیه اینایی بود که تازه از جبهه و جنگ برگشتن، یعنی انقدر متفاوت با ما لباس پوشیده بود. تازه اونم لباسای مهمونیش بودا، بهترین لباسا. خودم بردم بدون اینکه به بابام اینا بگم براش لباس خریدم، برندترین لباسا، گرونترین لباسا. بردمش آرایشگاه اونجوری که دلم می‌خواست موهاشو آرایش کردم. البته سر همون یه دعوای کوچیک با هم داشتیم. دوست داشت مدلش خیلی ساده باشه ولی من نه. خلاصه رفتیم تو مهمونی و وقتی دید که خانمای ما با لباسای مجلسی هستن جلوی مردا و اصلا از این کار خجالت نمیکشن و فرهنگمون اینجوریه، کلن استرس گرفت و سرشو بلند نمیکرد. و اینجا بود که فهمیدم این فرهنگ ما خیلی براش گرون تموم میشه. وقتی که دید من با پسرم هم دست میدم اصلا خوشایندش نبود و واقعا انگار تعجب کرده بود. فکر میکرد که من قبلا بهش دروغ گفتم که ما با هم راحتیم، در صورتی که همه اینا رو من بهش خیلی جدی گفته بودم. همون شب از نگاهاش که انقدر معذب بود متوجه شدم که این رابطه دیگه ادامه پیدا نمیکنه. اون خیلی زودتر از چیزی که انتظار داشتم مجلس رو ترک کرد. پدرم که همون اول باز مخالفت کرد، گفت ببین اصلا معلومه که همچین جایی رو ندیده. تو چند سال طول میکشه که بخوای اینو آپدیت کنی؟
بعد از طرف خود مرتضی این رابطه یه ذره سرد شد. یه هفته بعدش انگار یه دفعه گفت بالاخره منم عادت میکنم به این شرایط، قراره تو خانواده‌تون زندگی کنم دیگه، شماها که نمیتونید همه خودتون رو عوض کنید، من باید تغییر کنم. خلاصه این قضیه رابطه ما ادامه پیدا کرد و خیلی جدی شد. بابام قبل از اینکه اونا بخوام بیان خواستگاری گفت ببین من کاملا مخالفم، ولی خب دخترمی نمیتونم تنهات بذارم، میام میشینم تو مراسمه، ولی به اونا اعلام میکنم که راضی نیستم و فقط به خاطر عشق این بچه‌هاست که حمایتشون میکنم. فقط کافی بود روز خواستگاری آدمایی که کنار هم نشسته بودن رو ببینید تا بفهمید چقدر با هم فرق میکنن. پدر و مادرش که از همون اول معلوم بود مخالفن، اعلامم کردن و خواهرش هم از همون اول با من گارد گرفت. اما ما با تمام مخالفت‌ها بالاخره ازدواج کردیم. من وقتی متوجه شدم باید از عاقبت این ازدواج بترسم که برای اولین بار به عنوان نامزد احسان رفتم شهرستان. همونجا وقتی محل زندگیشون رو دیدم تو روستا، دیدم که چقدر با ما فرق میکنه. دائم با خودم تکرار میکردم اگه بابام اینجا بود چه رفتار و چه عکس‌العملی نشون میداد. ولی کماکان مطمئن بودم از انتخابی که کردم. اما همون اول اونجا یه اتفاقی افتاد که من تا عروسی دیگه خانواده همسرمو ندیدم درست حسابی. وقتی که رفتیم خونه یکی از بزرگترهای فامیلشون، من رفتم دست دراز کنم دست بدم با اون بنده خدا که همونجا یه بلبلشویی شد که باید بودید و میدیدید. باید میدیدید که چه داستانی شد سر همین که من میخواستم به عنوان یه دختر به یه پیرمرد دست بدم و اونا باعث شد که کلا حرف بد به من بزنن و فکر کنم من زن خوبی نیستم، زن سالمی نیستم. هم تو کلامشون اینو به من میگفتن، هم تو رفتارشون. تو مراسم عروسی هم که مادرم حسابی از خجالت خودم در اومد وقتی که فامیلای اونا رو دید. اما دیگه اون موقع که نمیتونستم مخفیشون کنم. خیلی با هم اختلاف داشتیم. راست میگفت. مادرم همش میگفت این بود فامیلایی که میخواستی برای خودت درست کنی، درسته که اینا رو آوردی الان من به دوست آشنا نشون بدم؟ اینا همش به خاطر اشتباهیه که پدرت میکنه و تو رو پررو میکنه. همه این اتفاقا افتاد و ما ازدواج کردیم. اما 3 سال بعد تا مرز طلاق پیش رفتیم. اختلافا خیلی بیشتر از اونی بود که بشه حلش کرد. یعنی من توی 25 سالگی داشتم یه زن مطلقه می شدم. البته حسابی پدر و مادرم و خانواده‌ام پشتم بودن، برخلاف احسان. تو گیرودار جدایی بودیم که متوجه شدم من باردارم و اینجا بود که پدرم دیگه کمکم نکرد. گفت شما دوتا باعث به وجود اومدن این بچه هستید و مسئولیت دارید در قبالش. اگرم میخواستید جدا بشید باید تا قبل از این قضیه جدا میشه. من دیگه این بازی رو ادامه نمیدم و تنها پروسه‌ای که اگر حمایت منو بخواید دارید توش بزرگ کردن این بچه است، نگه داشتن این بچه است. در مورد این میتونید رو کمک من حساب کنید. و همونجا بود که من تنها شدم. البته احسانم که تنها بود و مجبور شدیم اون مسیر رو ادامه بدیم چون هنوزم کم تجربه بودیم تو زندگی. پسرم که به دنیا اومد 1-2 سال همه چیز متفاوت بود. یه حس خوبی آورده بود تو زندگیمون. اما میدونید یه موقعی به خودم فکر میکردم تو قرار بود تو 26 سالگی توی کشور درجه 1 باشی و پاسپورت اون کشور رو داشته باشی. ببین به خاطر ازدواج و عشق کورکورانه خودت به کجا کشیده شدی. بعدش هم حتی به احسان گفتم احسان هنوزم دیر نشده، بیا بریم 1-2 تا کشور امتحان کنیم ببینیم میتونیم مهاجرت کنیم یا نه. اونم دیگه گفت نه، حالا که بچه داریم ترجیح میدم همینجا بمونم و حس و حوصله‌اش نیست. اون مالا اون موقع ها بود که انرژی داشتیم. به خاطر این بدقولی که کرد، چون قول داده بود که با من بیاد خارج، دیگه ازش خیلی دل سرد شدم. یادم عمیقاً اون موقع حسم راجع به این رابطه از دست دادم و کلا از دوست داشتنش کمی عقب کشید. 3 سال بعدم دخترم به دنیا اومد و من از یه دختر رویا پرداز تبدیل شده بودم به یه زن خانه‌دار. چون دیگه سر کارم نمیتونستم برم. حالا درسته که شوهرم مخالف بود، ولی اگه مخالف کار کردن من نبود دیگه نمیتونستم به خاطر گرفتاری بچه‌ها برم که. اما بعد از به دنیا اومدن بچه‌ها و بزرگ شدنشون هرچی جلوتر رفتیم، من و احسان تبدیل شده بودیم به 2 تا مسئول انگار. مسئول بزرگ کردن این بچه‌ها. اون کار میکرد، میآورد، منم میپختم و میدادم بهشون میخوردم. دیگه عملاً 2 تا همخونه شده بودیم من و شوهرم که عاشق هم بودیم تا چند سال پیشش. فقط این مسئولیت بچه‌ها بود که ما رو کنار هم نگه می‌داشت و همش از هم دورتر و دورتر می‌شدیم از لحاظ روحی روانی. شاید یکی از اشتباه‌های بزرگمون این بود که اصلا به کسی بروز نمی‌دادیم که با هم این همه مشکل داریم و شاید اگر باباهامون زودتر می‌فهمیدن 2 تا بزرگتر شاید مشاور میتونست یه کاری برامون بکنه. البته همونطور که گفتم پدر و مادر من هر چی میخواستم نه نمیگفتن و من واقعیتش از نظر مالی یا حرف زدن در مورد مشکلاتم اصلا چالشی نداشتم باهاشون.
فقط نمیخواستم بروز بدم که اون انتخابی که اون موقع کردم و به خاطرش آبروی شما رو بردم اشتباه بوده. اما خودم میدونید احساس میکنم تیر خلاص زمانی به زندگی من خورد که مادر من خیلی زود تنهام گذشت. مامان من مبتلا به یه بیماری شد که حالا مفصل بحثش رو نمیخوام باز کنم. اما ما چون دیر فهمیدیم در عرض 4 ماه از سلامت کامل رسید به فوت کردن و دیگه نداشتیمش. و اونجا بود که انگار دنیا رو سر من خراب شد. بعد از اون قضیه تا 3-4 ماه اصلا من حرف نمیزدم، حتی یک کلمه. مادر من سنش خیلی پایین نبود ولی سالم بود، ورزش میکرد، خوشتیپ بود، فعالیت میکرد، بیزینس خودشو داشت. چرا منو تنها گذاشته بود؟ اون تنها کسی بود که حتی اگه گاهی با هم تلخی میکرد به خاطر تخس بازیام و یه دنده بازیام، با دل و جون به حرفام گوش میکرد و همه زندگیشو برام فدا میکرد. اونجا بود که حتی خانواده احسانینا هم با من خوب رفتار میکردن و مهربونی میکردن، حتی خواهر شوهرم که انقدر از من بدش میومد. اما من دیگه انگار محبت هیچ کیو نمیخواستم. احساس میکردم زندگی چقدر پوچه و مادر نازنین من با بی‌عدالتی از این دنیا رفته. احسانم که انصافا کلی تلاش کرد تا حال من بهتر بشه. 2 بچه هم همینطور. البته اون 2 بچه تنها دلیلای زندگی من بودن، هنوزم با وجود اتفاق عجیب غریبی که افتاد و میخوام براتون تعریف کنم. اما خب کمکای احسان افاقه نکرد. انقدر تلاش کرد و نشد که اونم از من سرد شد و دور شد. احترام منو حفظ میکرد ولی دیگه مثل اون اوایلی که مادرمو از دست داده بودم تلاش نمیکرد و همینجوری فاصله بیشتر شد بینه. تا اینکه یه روز تو سالگرد مادرم یکی از دوستای خیلی قدیمی که خیلی دوستش داشتم به هم زنگ زد و گفت خبر نداشتم که این اتفاق افتاده. تسلیت و دوستی ما به خاطر اینکه خیلی خاطرات خوبی با هم داشتیم جوش خورد دوباره. خیلی حس خوبی ازش میگرفتم. رابطه‌شو با هم خیلی نزدیک کرد و منم اجازه دادم، آخه منم تنها بودم. حتی خواهرام که این همه با هم رفیق بودیم هم دیگه برام افاقه نمی‌کردن. بعد فهمیدم اونم یه زندگی مشترک شروع کرده و تموم کرده، طلاق گرفته بود. خیلی آدم قابل اعتمادی بود برا من نرگس. بعد یه مدتی به بعد دوست داشتم فقط اون با هم حرف بزنه. بعدم بهش گفتم تو با وجود این همه شکست تو زندگی چجوری اینقدر سر و حالی؟ گفت یه سفر منو نجات داد، یکم ورزش. این 2 کاری که میکنم تو لحظه منو نگه میداره و نمیذاره به خاطرات تلخ یا شکستایی که داشتم فکر کنم. و اون خلاص منو تشویق کرد برای سفر رفتن. من اهل سفر نبودم ولی شدم. تو همون سفر رفتن‌ها قشنگ احساس کردم که حالم بهتر شده. خب من به لحاظ مالی که مشکل نداشتم. حتی اگه خودم هم پول نداشتم پدرم بود که تمام زندگیشو در اختیار من بذاره. اون فقط میخواست که من خوشحال باشم. یه بار نرگس گفت پاشیم با هم بریم ترکیه. تو همون سفر حس عجیب غریبی داشتم. از همون اولش احساس میکردم که دوست دارم یه کار جدید تو زندگیم بکنم. نرگس وقتی که میدید من با حرفاش آروم میشم همیشه خیلی قشنگ با من حرف میزد و سعی میکرد که منو آروم کنه. تو همون سفر بود که با هم صحبت میکرد. یادم تو هواپیما گفت وقتی که از زندگی زناشویی انقدر بدت میاد و ناراحتی چرا ولشون نمیکنی بری؟ تو حق زندگی داری، تازه داری 40 و چند سالگی رو تجربه میکنی، هنوز خیلی جوونی، میتونی عاشق بشی، میتونی انتخابای بهتر داشته باشی. گفتم آخه من بچه دارم، کجا ول کنم برم؟ گفت خب بچه‌ها هم زندگی خودشونو دارن، الان بچه‌ن، پس فردا جوون میشن، عاشق میشن، میذارن میرن، تو رو ول میکنن. تموم این حرفا انقدر تکرار شده بود تو ذهنم که آخرش رو من تأثیر گذاشت. واقعیتش دیگه دست از زندگی با احسان شسته بودم، ولی بچه‌ها همیشه منو نگه می‌داشتن تو همون سبک زندگی. ولی به شدت احساس پوچی می‌کردم، همونطور که گفتم حالم خوب نبود ولی مونده بودم دیگه. تو همین حال و هوا بودم که احساس می‌کردم باید یه انتخاب متفاوت برای زندگیم داشته باشم. که یه روز داشتیم تو آنتالیا تو هتل آفتاب میگرفتیم که یه دفعه 2 جوون که شاید 10-12 سال از ما کوچیک‌تر بودن اومدن و به ما تیکه انداختن وقتی فهمیدن که ایرانی هستیم و حسابی از تیپ و استایل و رنگ ماهیایی که پوشیده بودیم تعریف کردن. می‌خواستن دل ما رو به دست بیارن. ما رو به نوشیدنی دعوت کردن. من که همون اول اومدم مخالفت کنم، حتی برخورد کنم، که یه دفعه دیدم نرگس دستمو گرفت، خیلی راحت به اونا پا داد. نمیدونم چی شد که بعد از این همه سال ازدواج بالاخره یه مرد دیگر تجربه کردم تو خلوت و چشممو باز کردم و دیدم اون 2 جوون دارن ما رو. روز دوم بود که این اتفاق افتاده بود. تا چند ساعت گیج بودم ولی بعدش حالم خیلی بهتر بود. راستش احساس جوونی میکردم، انگار دوباره خواسته شده بودم. این خواسته شدن اعتماد به نفسم رو دوباره زنده کرده بود. انگار دیگه به هیچ کسی متعهد نبودم. حال عجیب و غریبی بود اما نمیدونستم که اتفاق اصلی هنوز تو راهه.
تو همون سفر بعد از اینکه اون جوونا رفتن، من با یکی از مدیرای هتل که اونم ایرانی بود دوست شدم و بعدش ریختم رو هم. با هم رابطه مجازی داشتیم وقتی هم که برگشتم ایران. تا یه مدت با هم همش حرف میزدیم. احسان بعد از یه مدت متوجه شده بود که من با یه کسی تو رابطه‌ام، اما اصلا نمیدونست کی و چه جوری. ولی خیلی ناراحت شده بود و قاطی کرده بود. من 2-3 باری رفتم و اومدم. ولی بعد از اینکه فهمید دیگه نذاشت سفر خارجی برم. نمیدونست کجا داره این اتفاق میفته. ولی خب یکی از اتفاقای جدید زندگی من سفر رفتن بود دیگه. مثلا فکر می‌کردم من با تور لیدری چیزی ریختم رو هم. گفت از این به بعد دیگه تنهایی هیچ جا نمیری. منم قبول کردم. گفت اگرم میبخشمت فقط به خاطر حال و روزیه که توش هستی. ولی به 2 ماه نکشیده بود که حسابی دلم برای علیرضا تنگ شده بود. علیرضا هم هی به من صحبت میکرد، با اینکه میدونست من 2 تا بچه دارم، یه زندگی دارم، اما همش بیتابی میکرد. هی میگفت یا من بیام ایران یا تو بیا اینور. آخرش مجبور شدم به احسان و بچه‌ها بگم با هم بریم اونتاریا. و به احسان گفتم اگه شک داری خودت هم با هم بیا دیگه. گفت من اهل این چیزا نیستم. گفتم باشه حالا تو بیا. و همین شد که راضیش کردم و رفتیم برای همون هتل 2 تا اتاق رزرو کردیم برای 1 هفته. 1-2 روز اول بچه‌ها نمیتونستن اصلا باباشون از اتاق بیارن بیرون، ولی بالاخره اونم اومد بیرون و از امکانات هتل استفاده کرد. هتل انقدر بزرگ بود که هر چقدر میرفتن میگشتن تموم نمیشد. منم باهاشون میرفتم ولی یه موقع‌هایی 1-2 بار به بهونه‌های مختلف مثل باشگاه رفتم و علیرضا رو دیدم، ولی در حد معاشقه ساده تموم میشد دیدارم. یه بار که نصرن دخترم اومد گفت هتل روبرویی یه جشنی برگزار کردن، دوست دارم برم اونجا. پسرم هم همینو گفت و بالاخره هر جوری شد باباشون رو راضی کردن که برن اونجا. به منم گفتن بیا و من الکی خودمو زدم به سردرد که نرم. آخه میخواستم برم یه سر به علیرضا بزنم دیگه. ولی در این ناباوری اونا رفتن و قبول کردن حرف منو و احسانم منو باور کرد. و وقتی که رفتن من به علیرضا زنگ زدم و گفتم میخوام بیام ببینم. گفت شوهرت و بچه‌هات کجان؟ گفتم که رفتن هتل روبرویی. که اونم گفت باشه من بهت میگم کی بیای، منتظر زنگم باش. که یه دفعه دیدم در زد و تا درو باز کردم اصلا در عین این که من شوک شده بودم دیگه بهم مهلت نداد و هولم داد، افتادم رو تخت و شروع کرد و من وقتی که چشم تو چشم بودیم و با همون نگاه عاشقانه داشتیم ادامه میدادیم، چیزی که من به خاطرش از ایران اومده بودم خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم در باز شد و 2 تا بچه‌هام و شوهرم منو تو اون حال دیدن و چه دعوای عجیب غریبی شد. دعوا مهم بود که شوهرم منو اینجوری دید، دختر و پسرم منو اینجوری دیدن و همین اتفاق باعث شد که یه زد و خورد حسابی بین علیرضا و احسان بشه. اما اونا تو همون اتاق همه چی رو تموم کردن و اصلا به بیرون کشیده نشد این ماجرا. بچه‌هام دیگه منو نگاه هم نمی‌کنن، انگار ارزشمو براشون از دست دادم. حالا دیگه همه چی رو از دست دادم. همه اینا به خاطر اصرار من به شروع اون ازدواج نادرست بود. و ای کاش حسرت سهم من نمیشد که همش بگم چرا حرف بابامو گوش ندادم، چرا حرف پدرمو گوش ندادم. اگه من یه ازدواج درست میکردم یا شاید اصلا ازدواج نمیکردم، الان کلا داستان زندگیم یه جور دیگه بود.